هلو گایز به چنل کرول فلاور خوش اومدید. بچه ها تو این ویدیوی جذاب قراره که بریم گزارش یک بازی رو با هم دیگه تماشا کنیم و که این بازی بین دو تا تیم چلسی و ساوثهمپتون هستش که تا به اینجای بازی که دقیقه 49 بازی هستش تیم ساوثهمپتون 1-0 جلو افتاده و تیم چلسی دو تا بازیکن اخراجی داره که کارت قرمز گرفتن و تو ترکیب تیم نیستن. خب ما تو این ویدیو قراره که مسئولیت تیم چلسی رو به عهده بگیریم و این تیم رو به پیروزی برسونیم. خب بچه ها قبل از هر چیز اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی و خفن ما رو از دست ندید. بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ بازی بازیکنان حرفه‌ای رو میارم تو ترکیب و بازیکنانی که انرژیشون کم شده و یا ضعیف هستند رو از ترکیب خارج میکنم تا بتونیم نتیجه خوبی تو این بازی بگیریم. Offside. Lovely passing here. With the tackle. توپ بیرون میره. Oh, the referee's certainly been busy with his cards today. Oh, we did really well there. Time for a fresh player to enter the fray. Oh, that's great determination. حالا یه موقعیت توپ بیرون میره. And the manager's making a change here. حالا یه سانت بلند. That's good link-up play. Diallo wins the ball. رحیم استرلینگ نمیتونه توپو نگه داره و توپ از پاش جدا میشه. حالا یه موقعیت دیگه. Well read. یک موقعیت رحیم استرلینگ The shot's on. Oh, and they've drawn level. توی دروازه گل. بازی به تساوی کشیده میشه. Here's a replay of that great goal. یه گل واقعا زیبا توسط رحیم استرلینگ زده میشه. Time for a fresh pair of legs here then. آیا این تیم میتونه دوباره گلی رو به ثمر برسونه و بازی رو ببره؟ باید دید. Good ball. حالا یه موقعیت دیگه. پاس به رحیم استرلینگ Sterling. Surely now. Oh, it's a goal. و توی دروازه گل. 2 goals today from this exciting player. رحیم استرلینگ گل دوم رو میزنه. And here's the build-up to that great goal. Let's see how this دقیقه 78 بازی با نتیجه 2-1 چلسی There's still time to salvage it. ادامه پیدا میکنه. Both sets of players have had their fair share of the ball. Conte, another great tackle. Here's Armstrong. حالا یه سانت. They're winning. They need to defend well here. یه پاس. And this really takes the pressure off the defense. رحیم استرلینگ توپ به پاش نمیرسه. توپ بیرون میره. 4 دقیقه وقت اضافه. Short throw. سیلوا پاس میده به کوواکیک. رحیم استرلینگ اگه به توپ برسه That's the final whistle. It's full time. بازی تموم میشه با برتری 2-1 چلسی به ساوثهمپتون. خب بچه ها ویدیوی امروز اینجا تموم میشه.
اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید.